100 سال دیگه، یعنی سال 1504، احتمالاً همه ما مردیم و هیچ کدوم از ما زنده نیستیم. طبیعتاً آدمای دیگه توی این خونه ها دارن زندگی میکنن و داشته هامون رو صاحب میشن. تمام دارایی‌های ما یا از بین میره یا به بقیه بخشیده میشه. هیچ کدومشون به خود ما نمیرسه. چند سال بعد از مرگ به کل به فراموشی سپرده میشیم و در نهایت اکثریتمون در خاطره ها هم نخواهیم بود. وقتی به اینجور چیزا فکر میکنیم متوجه میشیم که زمان خیلی کوتاه‌تر از چیزیه که من و شما فکر میکنیم و خیلی از مسائل روزمره بیهوده تر از چیزی که درگیرشیم. هیچ گل روزی نگران فرداش نیست. هیچ درختی از این که قرار زیر برف و بارون زمستون بمونه دق نمیکنه و هیچ پرنده‌ای سکته مغزی نمیکنه. نه، فقط این آدمیزاده که اکثریت بیماری‌های جسمی و روحیش از عصب و مغزشه. میدونید شاید سن و سالی از خیلی از ماها گذشته باشه، اما خیلی از ما بهتر زیستن رو و زندگی کردن رو یاد نگرفتیم. واقعا میگم خیلی همون یاد نگرفتیمش. و این کتاب ها صبر کنید، اینا میتونن کمکمون کنن که بهتر زیستن رو یاد بگیریم و خیلی از مسائل رو به اون یاد میدن. کتاب های خیلی خوبی هن. توی کپشن می نویسم که برید بخونیدش و اگه خواستین من همه این کتابا رو براتون خوندم به صورت پادکست.